با نام خدا و با عرض سلام، وقت بر شما بخیر. برسات خبر از یک با من سید عیسی سادات خوش آمدید. نگوین فوترونگ رهبر ویتنام روز گذشته در سن 80 سالگی درگذشت. بر اساس گزارش رسانه‌ها وی از سال 2011 به این سو رهبر حزب کمونیست حاکم در آن کشور را بر عهده داشت و پیشینه ریاست جمهوری را نیز دارا است. در گزارش آمده است که حکومت ویتنام علت مرگ آقای فوترونگ را بیماری و کهولت سن دانسته است. سازمان عفو بین الملل در واکنش به تیراندازی نیروهای پاکستانی به اعتراض کنندگان در منطقه بنوی خیبر پختونخوا گفته که این کار نقض حق اعتراض مسالمت آمیز بر بنیاد قوانین جهانی حقوق بشر است. این نهاد نوشته است که خشونت در برابر اعتراضهای مسالمت آمیز خلاف اصول سازمان ملل متحد است. این سازمان همچنان از پاکستان خواسته تا حمله به اعتراض کنندگان را بررسی و عاملان را آن را محاکمه کند. سرگئی ورشینن معاون وزیر خارجه روسیه بار دیگر از تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده است. وی در نشست شورای امنیت درباره همکاری میان سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقه‌ای گفته است که یکی از اولویت‌های ثابت سازمان همکاری شانگهای مبارزه با تهدید ناشی از فعالیت گروه‌های هراس افغان در افغانستان است. این در حالی است که امارت اسلامی همواره گفته که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر نیست. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران ادعا کرده است که اداره مرزهای افغانستان و پاکستان در دست دولت‌های این دو کشور نیست. یعقوب رضازاده در گفتگو با یک خبرگزاری ایرانی از نفوذ هراس افغانان به خاک ایران هشدار داد و تاکید کرد که قاچاق سلاح در مرز ایران ادامه دارد. این گفته‌ها در حال مطرح شده است که امارت اسلامی همواره تاکید کرده هیچ تهدید متوجه کشورهای همسایه مشمول ایران و پاکستان از افغانستان نیست. دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سخنرانیش در همایش ملی جمهوری خواهان ادعا کرده است که افغانستان به بزرگترین فروشنده سلاح‌های بجامانده از نیروهای آمریکایی در جهان مبدل شده است. آقای ترامپ ضمن انتقاد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، خروج فاجعه بار نیروهای آن کشور را از افغانستان بزرگترین تحقیر در تاریخ آمریکا دانسته است. سرپرست وزارت خارجه از جامعه جهانی خواسته است که با اقدام قاطع پایگاه‌های گروه داعش را در کشورهای منطقه از بین ببرد. امیرخان متقی افزوده است که امارت اسلامی برنامه یک ساله داعش برای حمله به مراسم عاشورا را خنثی کرده است. او هرچند از کشور نام نبرده میگوید که برای این گروه پایگاه، تجهیزات و نیرو فراهم شده و سپس به افغانستان منتقل می‌شوند. معاون سیاسی ریاست الوزراء در نشست با شمار از آگاهان مسائل سیاسی و مسئولان برخی رسانه‌ها گفته است که روابط امارت اسلامی با جهان در حال گسترش است. مولوی عبدالکبیر با تاکید بر اینکه حکومت سرپرست با شمار از کشورها اکنون تعامل رسمی دارد افزوده است که امارت اسلامی به شمول کشورهای همسایه با هیچ کشور خواهان مشکل نیست و به توافقنامه دوحه متحد می باشد. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما گردید. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی یک باشید. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.